اینمی او کاستا فعلا نمی قصه هیدا دار از پاس دای قصه و مشنه ولی ادار ما را ایمن از کجا علمان و کجا و هراد و ما یک مردم بسیار جگاوازی بسیار ذلیلی خوار به حد زده هر چی بگیم پسمال مظلومی در به دری خاک به سری ما. دوستان هموطنان عزیز سلام های گرم ما را بعد از مدت ها از بند آب گل بادام پذیرا باشین. امیدوار هستم در هر گوشه از دنیا هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستای عزیز امروز 25 هوت روزهای آخر سال 1403 است و ما فعلا در بند آب گل بادام بالاخول شهرستان هستیم و کار بند در بهار گذشته یک مقدار پیش رفته بود. بنابر سردی هوا کار تعطیل کردن و چند روز موشه چون هوا خوبتر شده گرم شده هوا گرم شده فعلا و چند روز باشینه که مردم آمده اینجا مصروف کار است سنگ شیام نز و بلندی و دوستای عزیز نگفته نمانه که بعضی از هموطنا کامنت داده بودن که چرا از بند آب گل بادام شما گزارش ندارین. دلیلش این است که اینجا هوا خیلی سرد است دیگه به خاطر سردی هوا ما نتونستیم گزارش بگیریم دیگه. امروز هم که از طرف پایین پیاده آمدیم این طرف دیگه خیلی برف زیاد است فعلا هم اینجا که میبینین خیلی برف است دیگه ما به سختی تونستیم که از پایین بیم امروز خاطر نتونستیم که گزارش بگیریم و امروز خوشبختانه اینجا آمدیم از خدا نزد مردم سوال کنیم که چند روز میشونه اینجا آمده به خاطر کار و در روز چند نفر میه. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز من در کنار مردم بالاخول هستم و اینا آمده اینجا که بابل و کلنگ با جبل سنگ لول میکنه. یک سلام علیکی داشته باشیم و بپرسیم که مدت چند روز میشونه شروع به کار کرده و در روز چند نفر میه به خاطر کار. سلام خدمت کل شما آمده کار نباشین. سلامت باشین بخیر باشین خوش آمدید شما را به سال جدید تقریبا سال نو نزدیک دیگه خوش آمدید عرض می‌کنم شما را با جناب آقای لاقی خانم الهام خانم محمدی با جمع همکارای چینل گل بادام که همیشه همکاری از ما بودین و صدای مردم بالاخول و حتی صدای تمام مردم دایکنده بودین. بازم تشریف آوری شما را دیگه خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌دارم. تشکر سلامت باشین. بخیر باشین. خب چند وقت میشنه که اینجا شروع به کار کردین؟ حدود یک دو سه روز میشه که ما چون برفا کمتر شده بود دیگه این ساحه خیلی یک سایه سردسیر است دیگه کل هموطنا در جریان بود که به خاطر همین سردی هوا کار ما زمستان تعطیل شده بود چون ماشینا در اینجا یخ میزد اسکواتر هم یخ میزد دیگه حتی روشن نمیشد به این خاطر کارا تعطیل شده بود دیگه باز ما یک دو سه روز میشه که هوا کم گرمتر شده برفا رو در اتمام است ما جمع شدیم روی سفیتا و کلانای منطقه دیگه باز دوباره گفتم سال جدید پیش رویه دیگه هماهنگی کردیم یک روز دو روز میشه که آمدیم همینجا در ساحه حضور پیدا کردیم و همین موج سفیدا در ماه مبارک رمضان هم هستن امروز 15 16 روزه هستن ساعت 3:30 بجه بعد از ظهر صبح نماز خوانده که آمده تا میال ره اینا دست کار بوده و پس سنگ لول داده و سنگ جمع آوری کرده دیگه بسیار با شوق و علاقه خاص دوباره در این سال جدید ان شاء الله ما کار آغاز کردیم. خب در روز چند نفر میین به خاطر کار اینجا؟ ما پیش از این دو سه روز میشم تو طلبانه 25 نفر 30 نفر تا 40 نفر هر خانه هم یک نفر دو نفر که بیکار بودن چون زیاد وقت کار نیستن هم تو علاقه‌مندان هم خرد و بزرگ آمدیم دیگه. بعد از این تصمیم گرفتیم که سه گروه جور کردیم ما گروه سرنای و سیابخانه دیگه گروه سنچلک و گروه شاخ اوگان سه گروه یک سرگروه گرفتیم در روز 10 نفر باید کارگر همه روزه طبق نوبت خو هر کس همو سرگروه نفرای را حاضر بکنه در اینجا و یک نفر گزارشگر داریم که همه روزه ان شاء الله از جریان کار گزارش برای شما و برای هموطنان عزیز ان شاء الله ارسال بکنه. تشکر سلامت باشین. خب گفتنی شما نمیشنیم برای بیننده ها؟ گفتنی ما برای بیننده های عزیزی است که ما در قدم اول تشکر می‌کنیم از چینل یوتیوب گل بادام که باز دوباره در این راه صعب العبور در هوای سرد که می‌بینیم برف زیاد است دیگه پای پیاده از بازار شینیه تا اینجا پای پیاده آمدن موترش کش نکردن راه ها خراب است دیگه بسیار تشکر می‌کنیم که دوباره زحمت کشیده آمدن و از هموطنان عزیز
تشکری می‌کنیم که برای یتیم و مسکین و غریب بیچاره در زمستان کمک روان کردن، برای مکتب و برای مسجد و برای کلینیک و همه تشکری ویژه داریم از کل هموطنان و خیرین عزیز و باز امیدوار هستیم که انشالله سال نو پیش رو است، اما تو با مثل سال قبل با نشاط و با لب خنده و با تبسم انشالله دستی مردم غریب و مردم فقیر بالا قول دوباره بگیره. انشالله کار دوباره با شدت آغاز میشه، مردم با مو شوق علاقه خاصی که سال قبل داشت با مو شوق علاقه انشالله با بیل و جبل و کلنگ خود حاضر شده. چیزی که از توان از ما باشه ما کار میکنیم و چیزی که متوجه خیرین میشه انشالله بازم از 1 روپیه تا 1000 روپیه انشالله همکاری بکنن و ما منتظر کمک های بیشتری هموطنان عزیز خود هستیم. تشکر، سلامت باشین. سلام کربلی خوبه؟ علیکم سلام، حال شما خوبه؟ خوار بخیرین، خیرات دارین، زنده باشین، سلامت باشین. آره ما سنگلیل میکنه یک 20-25 نفر میده طول یک 3 روز موشونه اینجا اقدام کرده، برف هم تازه هم تا دستیاش دونه، جای سرد اینجا بسیار ملک کو کمره. مقصد میره اقدام داریم ان شاء الله. از این چینل هم خواهشمند هستی که خیلی برای از ما زحمت کرده، بازم زحمت بکنه، ما هم دیگه دست هم میزنیم ان شاء الله، دست هم میزنیم تا که برادر جان یک سامان اسکواتور و اینو این چیزا نمیده، باید 3 گروپ که در روزی 10 نفر باید اینجا ما سنگ لیل کنی کو کمر تا کنی بله راه که برادر کار را بفته. دیگه ما خیلی تشکری از شما که دای ماه مبارک در پای شما گشنه و تشنه آمده، دای کود سلامی از ما مردم غریبی به دسترس. تشکر بازم از برادرایی که در کو صحرا و در خارج و در هر منطقه سر دنیایی که این دو درشه پخش میشه، خیلی تشکرم از او، خیلی خواهشمندم که از این مردم غریب باید و یک دستیاری و یک پیسه کمچومی یک برادر مثلا یک نظر خوره بلی از این مردم مظلوم انداز ما فقرانه ای اینمی او کاستا فعلا نمی قصه ای در اسپاس دای قصه و مشنه ولی ادر ما را ایمن از کجا علمان و کجا و هراد و از اونجا تیر مشنه. ما یک مردم بسیار جگاوازی، بسیار ذلیلی، خوار به حد زده ای، هر چی بگیم پسمانی مظلومی، ما در بدری خاک به سری ما انشالله خدا داد از ما غیر از یک خداوند پاک برسه. ما اونتر که هست یعنی روی دلمنده ما که داد میزنیم اونجا خاطره که بلکه یک لقمه روزی طول تبر و یتیم و صغیر ما در گیر شامل خوار ولی فقط این مقدر کشیم بین اتحاد داشته باشیم ان شاء الله مراسخ داشته باشیم ان شاء الله جانانه بین همکاری دیگه همکاری ما اگر شنی تنها خیرین ما رو فراموش نمیکنه حتما دستیاری میرسه. ما از آقای اخلاقی که دایی جوانی و دایی سندی که خردسال است که یک قصد دنبالی از یک قصد قوم و اقارب و برادر دنبال منکو و صحرا در پای میگرده. تشکری از این داری از این بیقی زیاد تشکری داری که باید این کار اقدام شنه در سر برسه. ما از استفاده ها و بارها بلکنی از این ما برادر یک کو کمر داری درخت داری یتیم و صغیر داری ما از یک لقمانان بلکه زیادتر پیدا کردیم ان شاء الله. از ما شوق انگیزی مردم برای کار شوق مردم بسیار شوقمنده. اینمی که زمستون تعطیل شده بود اینمی تر بگی که ما در گوش خانه خو 400 نقل از ما میمد بازن و بچه با یتیم و صغیر و پیرزن و مثلا دیگه که ما چطور شد یا بند چرا در تاخیر افتاد؟ چرا برادر ما پسمان شدی؟ آقای اخلاقی در کدام کوتال و کدام برف برادر از ما اول نگرفت. اینه که ان شاء الله هم جان چه جور بوده برادر جان که برف ما ان شاء الله ما را تا دی روزه را ختم میشه. ما هم خواهشمنده که برادر یاوبان ما 100% با کمک برادرای خارج با اخلاقی که برادر جان جانو دست و پا میزنه خونازی از ما مردم غریب با برادر کارگری از ما مردم مسکین و روی دلمنده باید یه آگمنده سر برسه با زور امام زمان ان شاء الله. آره ان شاء الله. خدا تشکر منم از شما چنل گل بادام دندون عملی خوب صحبت هم نمیتونم. بازم تشکر از دی زحمت شما که از شنیت تا اینجا را پای پیاده آمده. تشکر یک عالم تشکر خیر مقدم عرض میکنم. خواهش میکنم از این خدمت شما. تشکر از شما. بازم ما در خدمت شما ما چیزی که در توان و باشه اینجا برای نمیزی اوبان خو برای نمیزی کار خود تلاش مهمیه که چند روز میشه که چند روز میشه که آمده با اینجا کار مونی و کار با آینده هم ان شاء الله کار مونی. اینجا از خاطر یک کاری کمچومی منطقه ما 3 گروپ کردی خدا 3 گروپ کردی. اینمی 3 گروپ روزی 10 نفر با یک سرکارگر خود اینجا به همیشه کار خورا بکنه و اینم گزارش خورا بده با آقایون و نماینده صاحبا دیگه از نفرای بیرون خواهم از هموطنا از قومای بالاقل باشه غیر بالاقل باشه از همه جای باشه یک آدم تشکری مونی از خدمت از کمک‌هایشی
اینم قدر گفتنی دارم ما دیگه. تشکر از آمدن شما. تشکر. دوستای عزیز یک بیرار ما یک پیام در اول شما دوستا بریم پیامش رو بشنویم. سلام بیرار خوبی؟ علیکم بر سلام، شما خوب هستید؟ تشکر، سلامت باشید. خوش آمدید در این ماه مبارک رمضان. حال احوالی از ما غریبا را پرسان کردید. ما یک نفرایی هستی روی دلمنده هستی. بسیار خوش آمدید میگم. اول خوش آمدید میگم از شما چینل گلی بادام. دوم خوشحال باشد مردمای خارج. تقاضای خیر دارم که ما نباید کمک کنه. ما انشالله تقاضای خیر دارم از داخلی و خارجی که با این بند آبی که ما در انشالله به پایان بگیریم برسانیم بر زبان آسان است. ما همیشه باید که ما انتظار خیر از همون خارجی ها داشتیم هم می داشتیم. همیشه منو کمک کرده در مسجد، در مکتب، در همه یکی ما دست تنگ داشتیم روی و طرفی مردمای خارج کرده. انشالله که پسمندای خود را از خاک بالا کنه. ما همیشه دعاگوی مردمای خارج هستیم. همیشه به درد ما خورده هم میخورد. سلام بیرار خوبین؟ علیکم السلام، شما خوبین؟ بخیرین؟ تشکر، زنده باشید. خدا معرفی کنید و حسین داد هستم، یکی از باشندگان تگاو بالاقل. امی یک از باشندگان از مردمی که قراره که این بندی ها خوشحال شدیم بیرار. زنده باشین دیگه. اول خوش آمدید که شما آمدید، خدا در اینجا رساندید. دزی کوی ولی تانوس که برف هم مینگره دسته، دزی هوای سرد اینجا خدا رساندید. ما این بارک رمضان هم است. ایرم شما بسیار خوشحال هستیم و تشکر میکنیم. و دومن از خیرین و کمک کننده های خارجی داخلی، مثلا هر کسی که بخواد دست می مردم غریب ادمی مینگرد که کلگیش مینی او ها کلگیش مسافره مور از راه خون. اگر دست از این مردم بگیره خدا چی همکاری کند، بسیار ما خوشحال و تشکر میکنیم. خب دوستای عزیز، گفتنی های مردم زحمتکش بالاقل را شنیدین. واقعا در ماه مبارک رمضان جانانه می اینجا در روز سنگ میکنه، چون به خاطر که اینجا خیلی سرسیر است، برف و آب و گیل است، نمیتونه که فعلا ماشینات برای چند روز اینجا بیه. اما از خاطر این مردم خودشون با بیل و کلنگ و جبل می اینجا سنگ میکنه و واقعا بسیار نشان دهنده ای است که مردم جانانه وقت زحمت میکشه. ان با کمک شما خیرین هموطنا بتونیم که به زودی این سال آینده بند را کارش را پیش ببریم ان شاء الله. دیگه دوستای عزیز، کمک و همکاری شما را خواهان هستیم. حتما دست مردم بالاخول را بگیرین دیگه. تا برنامه بعد خدایا نگهدار کلش.